همین وقت زبان زکریا گشاده شد و او به گپ در آمده خدا را حمد و ثنا خواند. همه همسایه ها به ترس افتادند و این واقعه ها را در سر تا سر کوهستان یهودیه نقل می کردند. آنهایی که نقلشان را می شنیدند در دل خود چنین می گفتند: این کودک کی می شده باشد؟ زیرا معلوم بود که قوت خداوند بر این کودک بود. پدر کودک زکریا از روح القدس پر شد و پیشگویی کرده چنین گفت: حمد و ثنا به خداوند خدای اسرائیل، زیرا او به یاری خلق خود آمده آن را آزاد کرد. او برای ما از اولاد بنده‌اش داوود نجات دهنده پرقدرت را پیدا کرد، چون از قدیم با زبان پیغمبران مقدس خود گفته بود که ما را از دشمنانمان و از دست همه آنهایی که ما را بد می بینند نجات می دهد. همین طور او از روی وعده‌ای که به اجدادانمان داده بود به ما رحم و شفقت نشان داد. این چنین او آن عهد و پیمان مقدس خود را از خاطر نبرآورد که به بابا کلان ما ابراهیم بسته قسم داد که ما را از دست دشمنانمان رها می دهد، تا که تمام عمرمان بی ترس و هراس در پاکی و نیکوکاری با او خدمت کرده توانیم. پس تو ای فرزند پیغمبر خدای تعالی نامیده می شوی، چون که برای تیار کردن راه خداوند پیشا پیش او قدم می زنی و به خلق او می فهمانی که به واسطه بخشیده شدن گناههایشان آنها نجات می یابند. زیرا از رحم و شفقت خدای ما آفتاب صبحگاهی از آسمان بر ما نورافشانی می کند، تا بر کسانی که در تاریکی و سایه مرگ می شینند روشنی کند و قدمهای ما را به راه صلح و آسایشتگی هدایت نماید. کودک باشد کلان شده روحش قوی می گشت و تا روزی به خلق اسرائیل ظاهر گردیدنش در بیابان زندگی می کرد.